شما اومده وای نمیکنه خودمون میکنیم. دوستان گرامی، بازم در اینجا یک شوخی به عملی رحمانوف انجام بدیم که هیچ کس اومده در اینجا وای نمی کند. ما همین کلمه وای یا تا اینجا وای نمی کند تا این حال معنیش رو نفهمیدیم و اگر از آموزگارانی که در تاجیکستان در همین نشست قرار دارند و همین کلمه رو میتونن برای ما تعریف کنن، لطفا تعریف کنید، زیرا ما در مفهوم همین کلمه وای گم شدیم. واقعا ما نفهمیدیم که این جانشین وای یعنی نفر سوم است یا اینکه اون چیزی طرف سوم است وای یعنی داشته باشیم. خب از مفهوم کلمه وای امروز ما گم شدیم که امامعلی رحمانوف در تمام سخنرانیش استفاده میکند و واقعا گاهی در تعریف اون، در مفهوم اون ما ضعیف میمونیم. ما واقعا نمیفهمیم که این چقدر معنی داشته باشد، معنی چقدر وسیع باشد که واقعا امامعلی رحمانوف همیشه از این کلمه استفاده میکند و ما در مفهوم اون عاجز موندیم. یا یک بارگر همین وای رو گوش کنیم کن معنی وای در همین کلمه، در همین جمله‌ای که ایشان استفاده میبرند چی است؟ هیچ کس از تن ما شما اومده وای نمیکنه. خدا هیچ کس از تن ما و شما اومده وای نمی کند. دوستان گرامی، من از شما سوال میکنم که امامعلی رحمانوف در همین جا چی رو در نظر دارد؟ شما ببینید هیچ کس از تن ما و شما اومده وای نمی کند، یعنی در همین جا وای نمی کند. آیا شما در زبان روزمره خود وقتی که به کار میبرید همین جمله رو به کار و استفاده میبرید که اون آمده وای نمی کند، من آمده وای نمی کنم، اون رفته وای نمی کند، فلان رفته وای نمی کند؟ و همین کلمه رو ما کجا استفاده میبرید؟ و آیا این در فرهنگ شما و در لغتنامه شما موجود هست؟ و اگر وجود دارد شما لطفا همین رو معنایش رو برای ما بفهمونید که همین کلمه وای چی معنا دارد و اگر بینندگان ما همین رو در نظریات بنویسن که همین کلمه وای چی معنا دارد و در همین جمله‌ای که امامعلی رحمانوف ذکر کردن بازم من برای شما یک بار دیگه میگویم که بیگانگان اومده برای ما و شما وای نمیکنن، یعنی منظور از وای در همین جمله امامعلی رحمانوف چی است؟ خودمون میگیم، خودمون، دیگر کسی مرحمت کنم. ای وطن، ای وطن با پیشوایت زنده باش. دوستان گرامی، وقتی صحبت شروع می شود، وقتی صحبت با این نفر میشه، خوب دقت کنید که در اینجا باید پیشنهادها گفته شود و از ها گفته شود، چون امامعلی رحمانوف خودش گفت که من آماده‌ام از کمبودی هایی که در اینجا هست، یعنی از پیشروی ها موجود است، ولی از کمبودی هایی که من ذکر کردم و پیشنهادهای دیگری باشد مرحمت من آماده‌ام بشنوم. یعنی این نفری است که باید از ساحه معارف اومده است با پرزیدنت خودش، همونطوری که در تاجیکستان است. ما اگرچه میدونیم امامعلی رحمانوف پرزیدنت منتخب تاجیکستان نیست، ولی به هر صورت ما بیایید این رو تماشا میکنیم و گوش میکنیم که این خانم در صحبتش در اون چیزی که امامعلی رحمانوف طلب کرد از حاضرین که من آماده‌ام چند نفر رو بشنوم و آیا چیزی برای گفتن دارد که آن برای آینده تاجیکستان دیگرگونی به میان بیارد، یک استراتژی جدید، یک برنامه جدید، یک تغییرات جدید، یک چیزی که اونجا یک مکتب نو ساخته شود، یک دانشگاه نو ساخته شود، همونطور یک مکتب تکنیکی ساخته شود، به یک دانشگاه ساخته شود. ولی چه پیشنهادهای این خانم میتواند انجام بدهد و از کمبودی‌های آن ساحه میگوید؟ با چنین بخت و بقایت زنده باش، پیشوایت پیش‌صف در جاده هاست، نیکنامی هم نوایت زنده باش. درود و اظهار سپاس نثارتان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان. من یوسف وزلایخو به دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات جهان در سال 2023، گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان، غالب دور جمهوریوی المپیاد از فن زبان و ادبیات تاجیک،
دارنده شهادتنامه اعلای صنف 9 الحال خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایاقت شهر دوشنبه می باشم. محترم پیشوای معظم، نوابسته از خواننده مکتب بودنم با هدایت و غمخواری های شما الحال آموزش را در موضوع گیاهای شفابخش تاجیکستان آغاز نموده کاربری کرده ایستادم. در آینده آرزو دارم که همچون وارث ابوعلی ابن سینا در ساحه طب سهم ارزنده خویش را گذارم و به خلق و وطن عزیزم صادقانه و صافدلانه خدمت معرفگر و پرچمبردار تاجیکستانی عزیزم باشم. ما جوان سعادتمند دوران صاحب استقلال این وطن محبوب شکرانه از آن می نماییم که در چنین دولت آباد و آزاد تحت رهبری شما محترم جناب عالی زندگی و تحصیل نموده به سوی حیات درخشان قدم استوار می گذاریم. محترم پیشوای محبوب ما، با ابتکار و غمخواری های خیرتمندانه شما طول 6 سال اینجاییم در میهن زیبا منظر و بهشت آسایمان تاجیکستانی گلگل شکوفان بین قشرهای گوناگون جامعه از جمله بلبلکان باغ معرفت، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه های علمی و فرهنگ و صنعت، طلبان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه های اهالی کشور بهر دریافت استعدادها، چهره های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش های ملی فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، آزمون جمهوریوی، فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردیده ایستاده است. آزمون همونطور که شما دوستان میبینید در صحبتش فقط از دستاوردها گفته ایستاده است و از اون آزمونی که در اونجا اشتراک میکند و از سخنوران اونها و در اینجا هیچ نقطه از ضعف، از ناتوانی، از مشکلات، از پرابلم ذکر کرده نمی شود و فقط تعریف و توصیف، شعرخوانی و همونطور که شما میبینید این دختر یک آموده قوی و تیاری جدی دیده که از شد و این چیزی که شما میبینید این دختر با زبانی برو در اینجا میخواند پیشکی برایش نوشته شده است و او را حفظ کرده است و میآید قاری اعضا در حضور امام علی رحمانوف همچون یک انسانی نشان میدهد که انسانی باسواد است و اون را قرائت میکند و امام علی رحمانوف هم با یک میل خیلی گویا جدی این را تماشا میکند و همین طوری که اصلا نمیداند که این یک صحنه سازی است، یک تئاتر است و برایش ساختن، تکست نوشتن و اون تکست میان در پیش پدرش یعنی امام علی رحمانوف همینطور میخواند، میگوید تو بهترین شخصیت هستی و تو کاری کردی که ما در بهشتی روی زمین و در این وطنی بهشت سالا زندگی میکنیم و از روی آزمون من استیپندیا گرفتم، فلان گرفتم و تنها پیشروی هایی که اصلا وجود ندارد ذکر کرده می شود، در حالی که همون طوری که ما در اولی از کمبودیا ذکر کردیم و نوارها رو برای شما نشان دادیم و سطح کم بضاعتی مردم گفتیم و نشان دادیم که مردم حتی توانایی خریدن یک لباس کوچک رو ندارن و برای یک لباس مکتبی که همینا معرفی کردن مجبور کردن 1.5 تا 2,000 تومان نیاز است که اونها همون لوازمات اولیه خوش را بخرن که بتوانند به مکتب بروند و شما میبینید که این خانم فقط از تعریف و توصیف و همین حالت ها میگذارد. بیا ما در سوال و جواب بین این خانم و امام علی رحمانوف میگذاریم که سوال هایی میتید که فقط شهوانی هستند و سوالایی هستند که غیر اخلاقی و سوالایی که ربطه به اون ساحه‌ای که اینها باید در جامعه باشند، در ساحه معارف باشند و برای پیشبردی ساحه معارف باشد، برای پیشبردی دانش و علم باشد موجود نیست و یعنی چیزهایی که اصلا به میان نمیآید. این را ما یک بار آخر صحبتش ببینیم. چند سال شد آزمون اشتراک میکنید؟ محترم جناب عالی 5 سال اینجا در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب اشتراک کردم. جای اول رو اشغال نکردید؟ جای اول رو اشغال کردم. در مرحله نهایی سزاوار جای اول از روی نمونه ادبیات جهان گشتم. احسن. تشکر زیاد جناب عالی. طبیب بشوید؟
بله جناب عالی. در سمت کدام یا شما باشه آموزش رو؟ بله جناب عالی، حاضر آموزش را در سمت گیاهی شفابخش تاجیکستان آغاز کردم، اما در آینده آرزو دارم که طبیب ارتوپد تروماتولوژی یعنی شکستن شوم. ارتوپد تروماتولوژ. برای چی؟ در اسفورجه آرزوی همین طبیب شدن را داشتم. پدر و مادر داری؟ بله جناب عالی. چیکار میکنه؟ محترم جناب عالی، پدرم وفات کردن، مادرم باشم کارمندچی دولت میباشم. باوری داره که داخل میشین؟ بله محترم جناب عالی، با دستگیری و غمخوری شما امیدوارم که داخل میشوم. میشه انشاءالله. غالب آزموشته باشید تشکیل است. غیرتی کلام است. اولاد چند فرزند هستید؟ سه فرزند جناب عالی. سه تا؟ 2 فرزند و مادرم 3. ما با خواهرچم. خواهر دارم؟ خواهر دستیم چند میخونه؟ خواهرم صنف 9. نه؟ برای خواندن هیچ کس مانعگی نمیکنه؟ نه جناب عالی. نه؟ عرض خواند میخونید شما و مقصدت میرسید. کتاب خواندن چیه نازه؟ بله جناب عالی. چقدر با بگانه های نو پیدا کردی از شهر و نوعی های گوناگون در وقتی گذاشتن آزمون هم کنه؟ بله جناب عالی. سوال ها میتیم دوباره خیلی خوب سوال دادم محترم جناب عالی. شما همین سوال یک بار ببینید دوباره چی سوال دادن همین در کجای یعنی منطق درست میاد همین سوال؟ کسی که در یک آزمون اشتراک بکند و ببینید که دوباره چی سوال دادن اصلا منطقی که نیست این سوال خودش. خیلی سوال خوب دادن، ما رو از روی همین دانش ما سنجیدن. سلامت باشید. تشکر جناب. سلامت باشید. نه اصلا شما مقصد وقتی میرسی مقصد زاشاشی میشه. اصلا چقدر اثر خوندی؟ چقدر اثر خوندی؟ از اثرهای ادبیات روز، ادبیات در آزمون ها بیشتر دکتران اشتراک که اشتراک کرده غالب آزمون و جایزه آن گردیدند. در آزمون شهری زباندانی جهاندانی وابسته به فنهای زبان تاجیکی، زبان روسی و زبان انگلیسی اشتراک کرده با گرفتن جای اول و جایزه این آزمون مشرف گردید. نوازان امروز و تربیت را من لایه اکادمی علوم عذاب شب و روز هستم. محترم پیشوای معظم ملت، در دوران صاحب استقلال طبق برنامه تبادل اکادمی علم را در دانشگاه سیدنی مالزیا ادامه دهم. همزمان هنگام تحصیل در دانشگاه سیدنی مالزیا تجربه آموزی خویش را در این مؤسسه گذرانیده از ملکه تهیه لایحه‌ها و نظام جلب دانشجویان خارجی برخوردار گردیدم. در برابر دانستن 3 زبان خارجی باز 2 زبان دیگر را از خود نمودم. محترم جناب عالی، اکنون احساس می نمایم که شما با فراهم آوردن چنین امکانیت‌ها در تمام دانشگاه‌های عالم را برای ما دانشجویان گشوده اید. غمخوری‌های پدرانه شما محترم جناب عالی دهی تجدید خدمت نمایم. تشکر زیاد برای دقتتان. از نایه بالجوان گفتی ها؟ بله. از کدام دیهش؟ دهی تجدید. دهی تجدید. زبان خارجی را کجا خوندی؟ در تاجیکستان در دوشنبه. در دوشنبه؟ در دوشنبه. اویلادار شدی؟ نه جناب عالی. ما امریکا جواب نمیدی. سوال های باز هم سوال های بله جناب عالی. توی کن بدرا
توی کرده و پدر مادرت است؟ بله جناب. کجا داری؟ پدرم در مهاجرت مهنتی در شهر روسیه و مادرم خانشین. مادرت خانه؟ رکتر دانشگاه وی است. خب رکتر دانشگاه وی هست. وی بیار بچم دانشگاه وی. دوستان گرامی، همونطور که شما دیدید سوال هایی که در اینجا واقعا به علم ربط ندارن، سوال های خصوصی به شخصی انسان، به زندگی انسان دخالت میکنن، مخصوصا در جامعه ما، جامعه سنتی. برای یک انسان سوال دادن، یک انسانی بزرگسال یک انسان را چون این سوال میتید تو چرا شوهر نمیکنیم و بد روان میکنیم، در اینجا حتما هدفمند پشتی چیزها میگردد و این چیز در جامعه سنتی کاری درستری نیست و هیچ انسان باید چنین سوالهایی را نکند. دوستان گرامی، نوار خیلی طولانی است، من دوام نوار رو نمیروم و برای شما نمیگذارم در دوام نوار را. در اینجا با یک دختر دیگر هم صحبت میکند، اون دختر دیگر هم همین سوال ها رو میتید و از این 4 نفری که در اینجا صحبت میکنن هیچ نفرش از کمبودی و مشکلات جامعه و مخصوصا در ساحه معارف ذکر نمیکنن، حرف نمیزنن، فقط در باره پیشرفتی و امکانیت فراهم ساختنی خودی با حکومت امروزه گویا و مهیا کردن تمام شرایط هایی که اینو توانستند به این دستاوردها نائل بگردن. ولی در صورتی که دیدیم که امروز متاسفانه پاکستان 200,000 فقط خواننده یک سال مکتب رو شروع کرد. سال امسال خود امام علی رحمانوف 150,000 رو در اینجا ذکر کرد، ولی آمارهای رسمی که بعدا نشر شدن نشان میدهد که 210,000 خواننده تاجیک امسال صنف ابتدایی را شروع کرد و شما در نظر بگیرید که از 210,000 خواننده 200,000 جای کاری لازم می شود. یعنی ما باید همه ساله فقط در تاجیکستان 200,000 سال کاری بسازیم. یعنی امسال اگر ما 200,000 خواننده مکاتب داشته باشیم باید کمی کم 200,000 در نظر گرفته بشود که وقتی که مهمه می شود، مهمه صنف 11 تموم میکنن یا اون دانشگاه تموم میکنن، باید ما 200 آماده بسازیم که اینها برای جای کار تامین بگردن. در حالی که همین خودی حکومت امروزه ادعاها کرد که امسال 100,000 جای کاری ساخته شده است، ولی ما در گذشته دیدیم که این 100,000 جای کاری در کجا ساخته می شود؟ در یک جایی که یک جای دوزندگی می سازند، در یک میدانچه یک کار دیگر می کنند که بعد از رفتن امام علی رحمانوف و یا رئیس نهایی از همون منطقه او کارخانه از کار میموند و جایهای کاری چکار میکنند؟ میپوشند و هیچ کسی در اونجا کسی را به کار تامین نمی کند و این جایهای قلبکی ساختن امام علی رحمانوف، فیکی ساختن امام علی رحمانوف باعث گشته است که مردم تاجیک امروز در مهاجرت قرار بگیرن، از تاجیکستان فرار کنن. عالم تاجیکستان امروز همینطوری که خود امام علی رحمانوف در صحبتش گفت که یک دختر از کلاب در جای آوردنش از آلمان خارجه، وقتی که میپرسیمش از کلاب بوده است، از دهات بوده است، در آلمان و در دیگر کشورها در ساحه علمی، تکنولوژی، ذهن صنعی کار و فعالیت میکند، آماده است برای در اینجا بیاموزد و تدریس کند، در حالی که در آلمان زندگی میکند. این تمام فرار مغزها سببش در چی است؟ سببش در ناتوانی همین حکومت، در ضعف همین حکومت، در درست برنامه ریزی نکردن همین حکومت. یعنی تمام مشکلات ها فقط به دوش همین حکومت برمیگرده، چون زمام این حکومت، زمام مردم تاجیکستان در دست همین امام علی رحمانوف و خانواده او است و هیچ انسان در تاجیکستان توانایی ساختن یک مکتب خصوصی را ندارد که در اونجا توانایی تدریسی طلبگان را داشته باشد و یک ایدئولوژی درست را در اینجا بسازد. همونطوری که در برنامه هفته گذشته در تلویزیون تاجیکستان و بسیار با یک زبانی بلند و وسیع در تاجیکستان با های گوناگون چیکار کنیم؟ در دیوارهای مکاتب، در دروازه های مدارس نوشته کنیم و
نشان بدیم، به رسم بکشیم، به تصویر بکشیم که مردم تاجیکستان استقلال را با تصویر بشناسن. ولی ما میدونیم که در تصویر استقلال تاجیکستان اینا چی میخواهند بکشن؟ فقط صحبت امامعلی رحمانوف، فقط عکسای امامعلی رحمانوف، فقط دستاوردهای امامعلی رحمانوف. در استقلالی که اینا میدونن فقط خودی امامعلی رحمانوف است و خانواده ایشان است و هیچ دستاوردهای دیگری اینها غیر از همین صلح و ثباتی که خود مینامند که در تاجیکستان امنیت صلح در آن دیده نمی شود، اون رو به نمایش میگذارند و بعد گوش مردم و گوش طلبگان گوشزد میکنند. و این ایدئولوژی خام و این ایدئولوژی خام در صنف یک به فرزندان ما و شما، تربیت فرزندی ما و شما وقتی که صنف 11 می شود مکتب رو تمام میکند، هیچ ایدئولوژی دیگر فقط پرستش رحمانوف نداشته باشد. فقط بداند که یگانه کسی که تاجیکستان رو، جهان رو، عالم رو نجات میدهد خانواده رحمانوف با رحمانوف است و کسی دیگر توانایی دیگرگون کردن جامعه جهانی و جامعه تاجیکستان را ندارد. یگانه فرزند سیاره و نجات دهنده سیاره امامعلی رحمانوف و اولاد ایشان می باشد. از همین دیدگاه امروزه نسل نورسی ما زیر ظلم و ستم و استبداد دیالوگی خانوادگی او را می آموزد، تشویق و کردن خانواده او را می آموزد. از این گونه کارها را در مدارس میخواند و میآموزد. ما حتی در همه ساحه اگر نگاه کنیم، چه در ساحه ادبیات، چه در ساحه ورزش، چه در ساحه ریاضیات، فقط تبدیل گرداده می شود به امامعلی رحمانوف. ما عید زبان رو میدونیم که به جشن زادروز امامعلی رحمانوف تغییر دادن و روز جشن زادروز امامعلی رحمانوف رو کردن روز عید زبان. و این چونین ساحه ورزش رو اگر ما نظر کنیم میبینیم که تمام ورزشکاران ما رو با همون پیراهنایی که در اون رسم امامعلی رحمانوف زده شده است و در میدانهای بزرگ از امامعلی رحمانوف تبلیغ و ترغیب و امثال دیگر. و این گونه دانشمندان امروزه ای را که از شما دیدید که در اینجا صحبت کردن و سخنرانی کردن، امامعلی رحمانوف از دستاوردهای او اون گونه کسی است که در تاجیکستان پیشروی ها کرد و شرایط مهیا کرد که امروز 4 نفر چکار کردن، به علم دست یافتن و به کامیابی ها دست یافتن. خب بیایید دستاوردهای 21 ساله امامعلی رحمانوف رو در یک ویدیوی خیلی کوتاه ما نگاه میکنیم و تماشا میکنیم که امامعلی رحمانوف در طول 30 و چند سال حیاتش چگونه دستاوردها برای طلبگان تاجیکستان به میان آورد. بیایید این نوار رو تماشا میکنیم. یکم سوال: اگر اسماعیل سامانی در جنگ بزرگ وطن گرمانیا را نمیبرید، هیکلش در خودمون میسوختن؟ نه میسوختن. چه سبب؟ خیلی تو پاپولار نشد، اون کسی گونج نمیتونه. شما سوال ما خوب و گوش کنید. اگر اسماعیل سامانی در جنگ بزرگ وطنی گرمانیا را نمیبرید، هیکلش در خودمون میسوختن؟ با فکرم ها میسوختن، برای که وای شدگی کو شوریده که می نویسن. جنگ بزرگ وطنی کدام سال است میدونه؟ سالی 1991 بود. خب دوستان گرامی، همونطور که شما دیدید این فهمیش امروزه طلبگان تاجیکستان، کنندگان دانشگاه و دانشکده تاجیکستان هستند که شما میبینید که در چین سطح قرار دارند و اگر که همین طور ادامه پیدا کند در آینده تاجیکستان، همین کسانی که امروز میبینید در حضور امامعلی رحمانوف قرار دارند با همین کارهایی که همینو مشغول خواهند شد. ما هزارها چاپلوز و خانه همین کسایی که علم عالی دارن و دانشگاه و دانشکده خوندن در همین بخشای مستقیم آمدن از جانب حکومت امامعلی رحمانوف دفاع کردن و ما سطح دانش آنها رو دیدیم. حتی آموزگارانشون برآمدن سطح دانششون در سطح ابتداییه، یعنی کسانی که نو مکاتب را شروع میکنن در اون سطح قرار داشتن و این خود نشان میدهد که امامعلی رحمانوف برای آینده ما و شما در روز دانش باشد، در هر روزی دیگری باشد، برای ما و شما هیچ علم، هیچ پیشروی به میان نمی آورد و به کسی ما و شما مگر ظلم و ستم چیزی دیگر را به میان نمی آورد و نمی آموزد.
از اولاد امام علی رحمانوف فقط دزدی، غارتگری، ظلم، ستم، فریب و دروغ، چیز دیگر یاد نگرفت و چیزی رو نمی آموزید. برای همین باید ما و شما امروز کوشش تلاش کنیم که روز دانش رو مقدس بدونیم و در این روز فرزندان خود را برای درست روان بسازیم و بر آنها گوشتد کنیم که فرزندم شما امروز به مکتب می روید و درس می آموزید و در اونجا شما با چگونه علم ها و با چگونه کارها دست بزنید. و البته اگر کوشش تلاش کنیم بتوانیم فرزندان خود را با اون لباس درستری که یک فرزند مؤمن مسلمان میپوشاند با اون لباس اونها را ببر کنیم و به مکاتب روان کنیم و شأن و شرف و ناموس اونها را حفظ کنیم که اونها توانایی علم رو ببر کردن، حفظ کردن و بدانند که در اونجا نه تنها میروند علم میآموزند بلکه نیتشان تعیین است، ناموسشان حفظ کرده می شود، اونجا آنها احساس کنند و بروند درس بخونند. در غیر صورت ما و شما میدونیم که در این مکاتب غیر از چپاولوسی و دیگر چیزی دیگری نمی آموزند. به همین خاطر برادران و خواهران عزیز، من از همه شما خواهش میکنم که فرزندان خود را ترغیب کنید، تشویق کنید، فقط برای درست و با آموزش برایشان ترس ندهید، وحشت نآموزید، هیچ وقت آنها را به خاموشی دعوت نکنید و همیشه اجازتشان بدهید که توانمندی خود را نشان بدهند، بیاموزند، مدرسه را، مکتب را، اونجا را یک جای مقدس بدانند و کوشش کنند که در اونجا چیزی را بیاموزند که برای آینده تاجیکستان، برای آینده خود آنها، برای آینده والدین خود مفید باشد. دیگر وقت شما را نمیگیرم دوستان گرامی، زیاده از 1 ساعت 17 دقیقه می شود در پخش تقیم قرار داریم. ما را مهمان داریم امروز، انشالله همینیم که باز هم انشالله در برنامه بعدی با شما خواهیم بود و من باز هم یک بار دیگر روز دانش را به تمام خوانندگان تاجیکستان تبریک و تهنیت میگویم و امیدوارم که الله متعال ما و شما را پیروز میگرداند که در آینده تاجیکستان ساحه معارف را یک از ساحه‌های مهم و مقدس در تاجیکستان قرار میدیم. درست خواننده تاجیک منفعت می آورد، به میان میگذاریم، راه اندازی میکنیم و برنامه درستی میکشیم که فرزندی تاجیکستان همون طوری که در گذشته توانایی علم دادن به جهان را داشت، مثل بوسینا، مثل رودکی، مثل خیام، مثل دیگر عالم هایی که موجود بودن، همین گونه وارث به دنیا می آورند و انشالله که پیروزی را به دست میارن. دیگر شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد، انشالله که الله شما را حفظ نماید. خدا نگهدار.